برگ‌های پاییزی زیر درخت بونسا، گلدان بونسا. خب الان بیاییم اینم که خورده پاییز زده خوش شده. الان هم این گلدان، اینجا ما یک گلدان، چند تا تکه انگور اول آذر گذاشتیم تو گلدان و یه پلاستیک روش، گفتیم ببینیم وسط زمستون میتونیم نهال بکاریم. و الان امروز بعد از 21 روز این رو کشش رو بر میداریم. این چقدر سبز شده. خب الان معلوم میشه که یه تکه اینجا سبز شده. خب این یه تکه این محدوده سبز شده. این پایینم اینجا سبز شده، اینجا سبز شده. خب بعد اینجا سبز شده دوستان. خب دیگه عرض کنم خیلی چند تا تکه دیگه از این به بعد پلاستیک رویش نمیکشیم، پلاستیک نمیکشیم دیگه، تموم شد. اینا فعلا سبز شدن در آذر ماه. انگور در گلدان تو خونه داخل پلاستیک سبز دادیم. 29 آذر ماه داریم. 21 روز طول کشید تا این انگورا سبز بشن. الان یه هفته دیگه من چقدر